تصادف کردم آجی، به جان خودم بخری فیلمش هست. این چه وضعشه؟ پشمام ریخته. من نمیدونم چی تو مغز من پدیدار اومد که گفتم آرایش بکنی. سلام علیکم، امیدوارم که انرژیتون هم اینجوری بتونم باشه. بچه ها تو این ویدیو قرار آبروی خودم و نیواد و اجمعین ببرم، یعنی اصلا آبروی که ندارم همینشم ببرم. تو این ویدیو میخوام نیوادو بیارم اینجا همدیگه رو آرایش کنیم، ولی این آرایش کردن با شماست. چجوری؟ من نیواد آرایش میکنم، نیواد من آرایش میکنه، شماها امتیاز میدین که کدوممون قشنگتر آرایش کرده. الان من زنگ میزنم به نیواد بگم که اصلا خونه هست نیست یا یه روز دیگه دارم بشش بریم لوازم آرایشی بخریم. لوازم آرایشی نداریم، بریم لوازم آرایشی بخریم بیارمش بهش بگم تازه من ببینیم چجوری میشه. من بعدم میاد. پسر تایید کنید تو کامنت ها، ما واقعا بعدمون میاد آرایش کنیم، ولی از اون که من آدم روانی میخوایم این کارو بکنیم. بریم تلفن کو. بچه‌ها ما قرار بود فردا بریم ویدیو چنل کامتالامو بگیریم، ولی امروز یه ویدیو دیگه ای داریم. من یک حالی از این میگیرم. الو سلام چطوری؟ خوبی؟ قربونت فردت چم. خبر؟ کجایی؟ من بیرونم. میام خونه. هستی من بیام پیشت امرو؟ آره داشت بیا. حالا اوکی. نیواد لوازم آرایش فروشی تم خونتون هست؟ واسه چی؟ برای مامانم میخوام بگیرم. دروغه. اوکیه؟ مغازه هست بیا. من یه نیم ساعت دیگه احتمالاً برسم میشه. قربونت دارم میبینم. خدافظ. بریم کارامونو بکنیم بریم دنبال نیواد. خب بچه ها داریم میریم سراغ نیواد. خودش هم نمیدونه چه آشی براش پختم، چه آشی واسه جفتمون پختم. من روانی هم من چون دارم دنبالش بیارمش بکشنمش خونه و عملیات انجام بدیم ببینیم که چی میشه. فقط موضوع اینجاست که چه آفتابی از وسط ناف زمستونی چه آفتابی الان داری میزنی آخه لعنت. موضوع اینجاست که باید ببینیم نیوادو چجوری راضی کنیم و قطعا این کار رو انجام میخواهیم داد، منتها باید به زور متوسل بشیم یا نه خودش راضیه. بچه ها نمیدونم متوجه شدین یا نه، دوربینی که گذاشته بودم داشت از جلو فیلم برداری میکرد. خدا رو شکر تصادف کردم، از پشت زد تو. خدا رو شکر چیزی نشد، مادر و بچه با هم سالمن الحمدلله. ببین میخوام برم الان دهن نیواد سرویس بکنم. دهنم هم سرویس خواهد شد دیگه. نزدیکم به نیواد زنگ بزنم بگم الو نیواد آماده ای؟ نزدیکم. اوکی تصادف کردم آجی، به جان خودم از خری فیلمش هست. نه حاجی دیدم چیزی نشده، حالا برسم راهنما و ایناشو چک میکنم، ولی یارو بنده خدا خودش چیز شده. حالا منم ماشینم چیزی نشده الکی ازش چه پولی بگیرم؟ به قربون اون قلب مهربونت دارم من. سلام. رفته عقب و چک کنه ببینه چیزی شده نه. الان خوبه بیاد بگی نیما نصف سپر رفته کوری. بچه ها دقیقا همونی که گفتم شد، نصفی شکسته. فردا سرمت دیگه. آره بابا عیب نداره. آره الان بهت میگم متوجه خواهی شد. لوازم آرایشی کجاست؟ داستان چیه؟ خواهی فهمید عزیزم، خواهی فهمید. خب بچه ها اونجایی که نیواد گفت بسته بود و ما به این نتیجه رسیدیم که چون نمیدونم چی میخوام بگیرم و فلان و اینا، الکی بهش گفتم تو ماشین باش. بعد پارک کردم گفتم تو ماشین باش. من اینجایی که میشناسم و اسمش آقا محمد اگه خودش باشه، اینجایی که میشناسم و برم هم خودش بپرسم یه آقا برای آرایش کردن چی میخواین، قشنگ بهمون بگه. من هر چی که لازم داریم واسه آرایش کردن رو بگیرم ببرم دهن نیواد سرویس کنم. خدا آقا محمد هم هست. ایول سلام آقا خوب هستین؟ خسته نباشید. آقا من اومدم با عزتم دارم فیلم میگیرم، یه ولاگی دارم میگیرم، راهنمایی می‌کنی؟ یه چند چیز میخوام بگیرم. چی میخوام رفیقم آرایش کنم، اصلا نمیدونم چی لازم داریم. اگه مثلا 5 6 تا لوازمی که لازمه برای آرایش کردن. میتونی ریمل بخری، روژلب بخری. خب این یه روژلب، این یه پرایمر خوب،
رژ لب قرمز نداری؟ نه دیگه نه. آها زحمت کشیده. بفهم پرایمر چیه؟ اصلا نمیدونم بعد چیکار کنم. پرایمر زیر آرایش بزن، پوستش یه دست بشه بعد آرایشش کن. به رنگ پوست ربط داره؟ اینم تینته. تینت چیه؟ هیچی بابا ولش کن هیچی. تینتو بعد چیکار کنم؟ تینت هم یه خورده تخصصی تره، میخوای یه چیز معمولی تر بدم. من اصلا هر چی داری میگی من بیشتر نمیدونم. اینم راژگونشه، بعد یه دونم کرم پنکیک بدم. چقدر چیز میز میمالین به خودتون، عجیبه. آها خط چشم میخوام واسش بکشم، با چی باید بکشم؟ اینم یه ریمل. ریمل برای موجه است درسته؟ بله. بچه‌ها درست گفتم آقا حال کردیم اما میدونم دیگه باز. خب الان به من فقط بگو این ریمل، این خط چش، این روژ لب، این کرم پودر، اول اینو میذاریم بعد اینو میذاریم بعد اینو میذاریم. وایسا پرایمر، کرم پودر، پنکیک، روژگونه. همه رو بعد به کل پوست بزنم؟ نفهمه. رو میزنی اینو کلا یه دست بعد 20 دقیقه میزنی، بعد پنکیک رو روش میزنی، بعد گونه ها رو میزنی، بعد روژ لب، خط چش میزنی. این الان مثلا این پرایمر چی کار میکنه؟ این چی؟ یه دست کردن پوسته؟ خب بعد پنکیک رو میزنن روی این که پوست یه دست‌تر بشه و خوشبام‌تر. یعنی این مثلا یه حالت با هم یکیه کارشون. این برای گونه است، اینجا مثلا اینجوری. خریده چیزای دخترانه چه ذوقی داره. نه تازه میفهمم خریدشون چه. اینم یه کانسیلرشه. این چی هست؟ بچه ها همین چیزایی که دیدین چند خریده باشم خوبه. 1.5 شده پول این. مگه میشه؟ پشمام چه خبره؟ چرا اینقدر پول لوازم آرایشی میدین؟ 24 ساعت هست چیزاشون؟ چیزایی که بهم داد گفت موندگاری زیاده. من نمیدونم. من گفتم فقط بده آقا محمد بده. در واکن نیوا لوازم آرایشی اینا فکر می‌کنی چند شد؟ 500 تومان. خاک تو سر من چرا این ویدیو رو گرفتم؟ حاجی 1.5 شد پول اینا. 1.5 پول لوازم آرایشی داده مامانه؟ آره دیگه مامانم آره. حاجی پشمام ریخت. این چه وضعشه؟ پشمام ریخته. نیوا داره توی آشپزخونه کار انجام میده. تازه رسیدیم، خیلی تو ترافیک بودیم، خیلی. الان میخوامش نیوا یا اونا رو ولش کن اونا. بیا اوکی شما بیا میخوایم آرایشت کنم. آرایشت میخوام بکنم به جون خواهی لوازم آرایشی رو رفتم برای همین گرفتم. باور کن ویدیو همین امزون اینه همینه. گوه خوردی 6 ساعت تو. چه کجاش فوله؟ منم خیلی بدم میاد. اینجا بشینیم. بیا خب بچه ها خوش اومدین. آقا نیوا رو راضی کردیم که بیا. نیم ساعت دارم میارمش اینجا. حاجی همین اینا رو میبینی شده 1.5 بده با. بعد واقعا اینا رو دختر رو میمارید به صورتتون؟ هیچ کدومش واقعا من از من بهداشتی نیست. نه اجازه بده میخوام معرفی کنم. این چیه؟ گفت تو ویدیو بچه است؟ بذار یه برم ویدیو رو ببینم. یه چی خریده خودش هم نمیدونه چی داده بهش. خب هر چی رفتی دیدی؟ ویدیو قبلی که تو ماشین خوابیده بودی رفتم ویدیو گرفتی اون. آره. بیا با خودم ببینم چی می‌خوای بماری به صورتم. نه برو این. اما برو خب. ای بابا. خب بچه‌ها 100 دفعه ویدیو رو دیدیم تا یادمون نرفته سری بگیم برای کسایی که نمیدونن. وای نیوا پرایمر این پرایمر گفت اول از همه. آره. بعد اینو بزن. پرایمر بیکینگ پود چیز کرم پود بیکینگ پود کرم پود پنکیک رژ گونه بقیه‌اش هم دیگه اینو میدونم. مثلا این ریمله بچه‌ها دیگه. بچه‌ها من فقط کانسیلر میدونستم چیه. به نیواد گفتم کانسیلر گفتش که برند مغازه چیزیه. مثلا میگه گفتم کانسیلر. آره من گفتم کانسیلر کلا گرونه. این آفرین باریکلا این خط چشه. از اینا که این پودرا که برق میزنه. ببین من 1.5 باید شیاف کنم تو تا خیالم. اینا هم بچه‌ها قلموهاشه. ولی نگفت مثلا اونو
به کدومش باید بزنیم؟ یه کاریش میکنیم، یه اصلی کاری نیست که اومدیم آرایش کنیم. چی کوکویه دلم خواست که واقعا. خب بریم. خب بچه ها اولش گفتش که اسم چی بود؟ نه پ داشت. وای آبکیه پشو. بچه اول میگفت باید اینو بزنیم، خب بعد اینو باید بزنیم، اوکی، بعد پنکیک، بعد واسه گونه است اینجوری. آره دقیقاً دیگه بقیه خیلی بالا گفت عمل جراحی انجام بدم، میخوام تبدیل به یه بیت چیزت کنم. مرسی من این کارا نمی‌کنم. آخه خانم دکتر باشم. تا حالا نیوادو به آرایش حتی تصورم نکردم. بیا آرایشت کنم. خب از چی شروع کنیم؟ بریم. 1 2 3. اینا به مال بهم خوشم میاد. خب بچه‌ها دیگه اومدیم عمل وسایل چینیم اینجا. آقا نیوادو بخوام بچه ایمانه فداش بشه. هم من تو رو آرایش میکنم هم تو منم تو رو آرایش میکنم. اصلش همینه. خب نه اگه من آرایش بچه‌ها جذاب شه. الان بچه‌ها بعد از آرایش کردنمون بعد امتیاز بدم ببین کدومو برنده ایم. آره نظرسنجی می‌ذاریم تو کامنت‌ها میشماریم دونه به دونه ببینیم کدومو برنده. یه هفته بعد از انتشار ویدیو ما میایم میشماریم ببینیم کی گفته نیما، کی گفته نیواد بهتره، نیما بهتره. بچه‌ها من خب اولش گفتش که از این باید شروع کنیم. این حکم چیه داره؟ گفت صاف میکنه مثل اینکه پوستو. بچه‌ها هر جاشی که دارم اشتباه میکنم چه خوبی میده. من خوبه بخوریم. اینو چند خریدی؟ دونه دونه‌ش هم یادته؟ دونه همین ریدی تو شلوار خدا تومن ما. نه وایسا یه چیزی بذار این رو. وایسا نه عجب گویه. فکر کنم باید بمالم روی این چیزا. اینجا آینه هم نداریم. نیوا قراره نهایت کارو ببینه، انتهای کارو ببینه. روی اسممون قسم میخوردن قبل این ویدیو. خیابون میبستیم ما. یکیشو گفت مثل اینکه منافذو میبنده، یه همچین حالتایی داره. زیاد نمیدونم یه بلایی سرمون اومد. خب مرد حسابی یه چیزی میشه دیگه. چه بود ترشی میده این دخترها. چرا بود ترشی میده؟ چی بود اسم این همین؟ خب بعد بود ترشی بده. خب بعدش چی؟ بعد چیو بزنیم؟ بیکینگ پود. چیز نه بابا کرم پود. بابا بیکینگ پود چیه ما میگیم؟ بچه میریم سراغ کرم پود. این زمینو چیز میکنه، چیزو صاف میکنه. ببین اونجوری نیستا. من دیدم میزنن روی چیز دیگه بعد میمونن. این چی گوگولی بچه اینا استفاده میکنیم. اسم اینا چیزه نمیدونم. ابر اسفنج نکن هاچی خوردنیه. ببینم مثل مارشملو. اوه بچه‌ها اینجا رو ببینید. چرا برنز خریدی؟ برنز دوست دارم من. خب بچه‌ها من این دوربین رو بس کردم که شما ببینید من چجوری این خوشگل پسر رو آرایش میکنم. تبدیلش میکنیم به خوشگل پسر نیستم. چرا هست؟ من یه مرد بالغم. بریم بچه‌ها بریم سراغ بابا این چه کرم پودر رو میزنیم. ببین کرم پودر قشنگ مشخصه ایناست که با گپ پر میکنن و خفه شو. به بعدی نیواد اینه که الان سیبیل داره. میدونین چی میگن؟ سیبیلاش سیبیل داریم بعدی مونه. نیما خیلی خشن برخورد میکنه بچه‌ها. دو دفعه اولمه. خب داداش اصلا دوست دخترتو میخوای آرایش کنی. منو دوست دختر. آره بیا راجعش صحبت. کی داره سنباده میکشه تو صورتم. حاجی به این نرمی الکی داری زر میزنی. خب در اونجوری که تو فشار میدی. خب بریم سراغ سمت چپت. چه خدایا. بریم ریشات هم بزنیم. نه بلمون کن. ناموسم. نه بچه دارم به شغل آرایشگری خیلی علاقه‌مند میشم. خیلی حاجی پوستو صاف میکنه. من مردم علاقه‌ای ندارم خیلی که حالا صاف باشه یا نباشه. الان من آرایش کنی فکر کنم علاقه‌مند چی. یه اشتباهی که دارم میکنم فکر کنم اینو نباید زیر چشم بزنم. چه شکلی کردی؟ اینو آینه هم ندارم. من خودم حداقل ببینم. بچه‌ها متاسفانه جا آینه نداریم و حتی خودم هم نمیبینم در چطوری. ولی کانسیلر اصلا واسه همینه. کانسیلر واسه زیر چشمه. این نباید بانه زیر چشم. حالا ببند چی شد. فکر کنم بچه‌ها این بسته. درسته؟ دخترها یا پسرام امکان داره بلد باشه. هر جای کارو اشتباه میکنم بهم بگین. اوکی؟ خب بچه‌ها بعد از این دوتا مرحله الان باید بریم سراغ بابا بیکینگ پود. نه بابا بیکینگ پود رو که زدیم. بیکینگ کیک. پنکیک. آفرین پنکیک. این به کجا باید بزنیم؟ اینم گفت مثل اینکه پوستو صاف. بچه این به چه درد دختره به چه دردی میخوره؟ این آنباکسینگ.
اوه فوت نکن عزیزم. چقدر خوشگل میشینه رو صورت جیگر تو. بچه ها به خدا ما اون چیزی که فکر میکنید نیستیم. ما پوچه‌ای نیستیم بچه ها. دهن تو به من. من یه جوری آرایش میکنم دیگه بچه ها امتیاز میدن دیگه. بچه ها آخر سر به کارا امتیاز میدن و این کی به چی به کی. خب ببینمت بچه ها ببینمت. نه طبیعی الان مثلا نمیتونم اینو بزنم تا بچه شبیه دکتر اختاپوس نشده تو باب اسفنجی. حاجی خیلی پوستتو سفید کرد. تو همینجوری سفید هستی جون. چه خوردنی شدی تو. نزن. چه خوردنی شدی. میخوریش؟ بچه الان نیوادو با کارت بزن. منم نمیدونم خیلی بدم میاد ولی نمیدونم امروز صبح یه جوری بلند شدم گفتم امروز باید آرایش کنیم. من میگم به نظر من که تا الان خیلی خوب پیش رفتیم. تا الان 3 تا متریال استفاده کردیم. من همچین نظری ندارم بچه‌ها. نه بچه‌ها باید نظر اصلا نظر من و تو مهم نی حقیقتا. او مای گاد. اوکی. از اونجایی که نمیدونیم که این به چه دردی میخوره این، یعنی من که میدونم من به عنوان آرایشی قطعا میدونم ولی خب میخوام صاف کنم پوستشو که به اصطلاح یکم آماده بزک دوزک بشه. اشتباه میکنین. این همین نبود که 2 دقیقه پیش داشت باش میمالید به میز یا مالید به صورت من؟ همونه. بچه‌ها میریم سراغ رژگونه. اوکی هیچ چیزیه بچه نیما بیوتی از نیما تکیدو به نیما بیوتی تبدیل شد. منم مدلشم. خب بچه‌ها میریم سراغ اینو باید اینجوری بزنیم بهش. این بوی خوبی میده ولی بچه‌ها نه شما که حاجی چه باحاله. ولی فکر کنم مثلا باید با یه دونه اینا. نه با همونه. من اینجوری یه خفه شو. ببین بچه‌ها هر جاش که اشتباه میکنم نه ببین قشنگ داره میشینه. اوه فوت نکنی. نکن آقا. حالا این بری کن. اینجا سوپر مدل نشسته. چه عجب آدم لجنیه. خب بچه‌ها اونجایی که تنها چیزی که نیما اسمشو بلده. آره کانسیلر. صداشو بشن. بهت هم میاد این کارا. بالاخره باید محصول رو معرفی کنم. بچه‌ها مارکایی که بهم داده خوب داده یا انداخته بهم. اینو بهم بگین حتما. خب بریم سراغ کانسیلر برای زیر چشمه. اینو چی اینجوری میکنی؟ نیما خوشش میاد. جون واه حاجی لوازم آرایشی چقدر باحاله. بچه اگه دوست دارین پارت 2 شو بگیریم حتما تو کامنت ها بگین. خواهشم بچه‌ها چنین درخواست باور کنید دیگه آرایش نمی‌کنم. بگین پارت 2 شو من خواهم گرفت. خیلی داره بهم خوش میگذره. چش بسته. من یه سوالی دارم. الان شما دخترها تمام این مراحل رو یعنی انجام میدین؟ ما 7:30 صبح میریم دانشگاه. دختر مثلا با آرایش کامل. حاجی چه چیزی شدی؟ خودتون اذیت نکنید خوشتون. به نظرم که نیوادو خیلی خوب دارم میکنم. یعنی آرایش خوب دارم میکنم. ببینید واقعا این داره به هلو تبدیل میشه احساس میکنم. خب بچه من احساس میکنم باز هم کانسیلر یه خورده لازم داره. من احساس میکنم که باید اینو یه خورده بیشتر پخش کنم. بچه دارم درست میدم. خفه شو. نیما رو آرایش دارم با بچه‌ها صحبت میکنم. خفه شو. بچه‌ها به نظرتون خوب دارم میمالم؟ پسرایی که خواهرم دارن خیلی اطلاعاتشون قویه تو اینجور ماجرا فکر میکنم. اونا هم بهم بگن که دارم درست میمالم. بچه نیما دستاشو با لباس شلوار من پاک میکنه. تا چی فکر کردی؟ میرسیم به بخش مورد علاقه من. خط چشم. اینو من توش استادم. خط چشم تمرین کردم. بذار واسه نیما یک چیز قشنگی میکشم. با چی تمرین کردی؟ والا دیگه ناموسن ما گذشته‌هایی داشتیم بالاخره. خاک تو سر من که اصلا نمیدونم کدوم بعد باز بشه. خط چشمو گربه‌ای بزن. اینو باید کجات کنم؟ یکی از معضلایی که خیلی میشنوم بچه‌ها اینه که انگار خط چشم نمیتونن تقارن خیلی‌ها بکشن. اوکی فکر کنم منم نمیتونم. دختره که میتونن تقارن بکشن تو کامنت ها بگن شاید جدی ازشون پیام بدم بگم آقا یاد بدن تقارن بکشن. بعد من یه سوالی الان برام بچه‌ها به وجود اومد. الان من اینو خراب بکنم چجوری باید پاکش بکنم دوباره درستش کنم؟ نه خراب کنی. ان شاء الله که خراب نمی‌کنم. من چش بسته. بچه‌ها از اینجا باید بزنم یا دیشم دورتر؟ بریم مال بره دیگه. خفه شو.
یا خدا الان کورمون میکنه. چیکار داری میکنی؟ چرا داری پلکم میکشی؟ احساس کنم داری میرینی. نه واقعا خیلی قشنگ دارم میکشم. خیلی خوشگل شدی نیواد. خیلی ببین اصلا خودتو ببینی خیلی زیبا. خوشگل بودم. بچا بریم اون یکی چششو بکشی. من با اون دستم نمیتونم. خدای من دقیقه رو بنویسید همین الان 1 تا 10 چند میدین دیگه. فکر میکنم این کافیه. فقط یکم مثلا باید نه دیگه من خیلی نچرال میخوام. یه لحظه شما برای دفعه اولین بار انقدر خوب کشیدین خدا وکیلیت بگین. چشمون نکن. نظر بدین حتما بگین بچه‌ها. خیلی واقعا حس بدی دارم توی ویدیو. خیلی حال میده آرایش کردن. بعدی ریمل گرونترین چیزی که لوازم آرایشی خریدین چند بوده و چی بوده تو کامنت ها بهم بگین. چشم بکنم بعد وا باشه. نه چرا دیگه؟ چشو باز نمیذارن. حالا باش ببند پس. حاجی وا باید باشه. ای نباید پلک می نه یه لحظه خب بچه‌ها اینجا رو ما ریدیم. خب الان فکر میکنم کانسیلر اینجا لازم داره. دوباره کانسیلر نه بزنم اینجوری من چی میخوام بدم. نه خب زیباییت میره. خیلی نه یه اثر هنری. جون اصلا یه بار دیگه بگید باید. خب بچه‌ها میبینید که چقدر زیبایی و جلال و جبروت تا اینجای کار فعلا. بعد الان میریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدیمون رژ لب. نه رژ لب دیگه نمیذارم. حاجی رژ لب اصلا بعدم اصلا ماتیک چیه رژ لب؟ نه ماتیک قرمز جیگری اصلا. میبینید بچه‌ها خیلی ذوق دارم. اینجوری کن فکر نکنم دختران این شکلی بزنم. آره فکر کنم لبت یه جوری دیگه کن مثلا. خب حالا بمال به هم لبتو بلدی یا چرا سفته؟ نمیدونم بعد یه چیزی قاطیش بچه بعد یه چیزی قاطیش کنیم اینو. نه دیگه رژ لبه. نره بچه ما خیلی بچه یه چیزی که من دیدم تو ویدیو دخترها خیلی انجام میدن. خیلی رژ لب و یه مقدار میمالن به نوک بینی و اینجاها. حالا نمیشه تو اون کاراشو انجام ندی؟ نه بچه من خواهش میکنم یه دوست دختر برای نیما پیدا کنید نیاد منو میکاپ کنه. الهی من دورت بگم. یه دورش بگم. خیلی خوب شدی. بچه یه جمله همین الان در وصف نیواد بگید. همانند ویرگورم خواستار پایان محکوم به ادامه. این جمله چرت و پرت نگو. اینو در وصف من تو کامنت بگید بچه‌ها. میریم سراغ عینا. بچه قلقلک هم میاد. چرا مثل سیمان صفر داره میشه؟ من الان یه مشکلی که دارم اینه که این ور صورت رو راحت میتونم بزنم این ور صورت رو نه. ولی خب ما سعیمونو میکنیم. بریم. سسته هستی تو. اینم میخوام تست بکنم. این نوع دومش از همون چیزاست متو کلفتره. نه خره. خب چرا اونجا باید بمالم؟ دیدم میمالن. این اون نی فکر کنم. همونه به خدا. میپرسیدی اینا مال کجاست؟ یه مشتری داشتن خواستم مزاحمش. منو کور میکنی که مزاحم اون نشی؟ ای جانم. مرض. خب بچه همونطوری که ببینین چه دختری داریم ما. من همینجوری هم بچه استادات تو غیر حضوری صدا میزنن خانم نیواد. اسمش آره اسمش نشینه. آره ادیتور یه عکس از همین داشته باش. حالا نیواد قراره من آرایش کنه. ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. بچه همین الان یه نمره بدین. همین الان یه نمره به من بدین. بچه پایین بدید من برنده میشم. بچه این الان تمام شده. خب الان نیواد باید خودشو ببینه. بچه چقدر خوشگل تر از قبل شدی. میدونم اون حسی که داری درونت اینقدر الان ذوق زیاده نمیتونی بیان کنی. به اصطلاح میگن تو پوست خودش نمیگنجه. خوشش اومده. احساس میکنم بچه خیلی خوشگل شدی خدا وکیلی. چیه این؟ من تمام تلاشمو میکنم. تو هم تمام تلاشتو بکن منو خوشگل کنی. کاریت هم نمیشه کرد حقیقت. اینقدر خوشگلم منظورش این بود. آره. حالا بریم سراغ آرایشی کردن من توسط نیواد. نیواد برو منم اینجا آمادم. آرایش خلیجی بزنم رو نیواد.
خب بچه ها اومدیم الان میخواد آقا دیگه نیما نوبت منه که آقا نیما رو آرایش کنم، انتقام خودم بگیرم از این سر و وضعی که واسه من درست کرده. یه دوربینم که الان بستم اینجوری اینجا. واقعا حس بدیه. حداقل نیواد میدونه من چقدر بدم میومد. آره دیدید چقدر بدش میاد. خب همین اینی که اسمشو بازم الان یادم نمیاد و میخوایم بزنیم به نیما. خب یه همیسترش برنشت. نه دیگه همونی که مالیده به منو میخوام بمالم بهش. قبلش باید صورتو میشستیم؟ نه آقا جان مال سوسولاست. بیا اینجا ببینم. اوه آرمتر همینجوری منو میزدی. خب معلومه که قشنگ داره میرینه. قشنگ مشخص. نیواد من اینجوری نکردم. بابا اصلش اینه، تو گدابازی در وردی موقع زدن این تمیز کنندشه. کله اونوری این کارهای نیمایی هم در میارین. چه بوی انی میده. حالا نوبت همین اینه. اسمش چیه؟ چی پودر. کرم پودر. واسه یه من فکر کنم برای هر پوستمون باید یه دونه میگرفتم. آره. خب چه خبره؟ زیباجوی عزیزمون حرف زیاد میزنه. او نه میزنم تو دهن تو. من چون میخوام آرایش خلیجی رو نیما انجام بدم باید کاملا اینا جاها رو بزنم. نیما تو خیلی بهت میاد. به تو هم خیلی میاد. نه به تو بیشتر میاد. بچه‌ها از نیما میخوام یک دافی بسازم. نیما هم پسرش خوشگله هم دخترش. خب میخوایم بریم پنکیک. اینو باید کجا آدم بزنه؟ به چه درد میخوره؟ من سفید میکنم بزن. آها نه این اصل کاریه. فهمیدم. ببین در واقع مثلا اگه بخوایم نسبت به ساختمون در نظر بگیریم اون قبلی سیمانه این گچه. بچه نیما خیلی داره خوب میشه. بچه من گرایشام داره تغییر میکنه. میبینی آدم تعریفش میاد. تعریف بکنه. روژگونه. بعد ببین یه رازی داره که اینجوری میگیری جلو صورت زیباجو رو فوت میکنی. کرم داری؟ بیا اینجا بابا. بیا اینجا سوسول بازی دارن همین کارا رو سر من در چیش نمیشه خیالتون راحت. من نمیدونم چی تو مغز من پدیدار اومد که گفتم آرایش بکنیم. ای کاش میگفتم فقط تو رو آرایش کنیم. الان میبینی خود داره بدت میاد. یه حس بدی به دست میده. من اون حسو داشتم. درک میکنی؟ خیلی قشنگ الان درکت میکنم. من چون این کار رو باش کردم نمیتونم چیزی بگم حقیقتا. من خوشم میاد لپ و دماغاشون اینجوری سرخه. دارم تو هم دقیقا همون شکلی درست جدی؟ میخوام مثل کراشم بکنم. نیما کرایسلر بود شو. ببینم کانسیلر حاجی. یه بوست کنم. نه خواهش من بذار بوست. تو همین الان نه خفه شو. یه بوست کن. میخوام واسه نیما ماتیک بزنم. حاجی ماتیک چیه؟ رژ لب. ماتیک هم میگن دیگه. آقا ماتیک درست تره یا رژ لب؟ رژ لب چون قشنگ ماتیک هم میگن. ببین اینجوری کن. خودم راحت تر میتونم بزنم. نه مثلا اینکه من باید بزنم اینجوری. میخوام براش ریمل هم بزنی. تو چجوری دوام میکردی؟ باور کن نمیتونم. دخترها تا رو چشم بسته ریمل زدین؟ فکر کنم اصلا چشم بسته بر ریمل بزنن. نه اصل کاریو داشت یادم میرفت. خط چشاش مونده. میگم هنوز زیبایی به اون چیزی که من میخوام نرسیده. من نقاشیم خوبه. میخوام چشم گربه ایت کنم. بچه اینو در نظر نگیرید موقع امتیازایی. اینو نیما رید توش. خب واسه اینکه با این تقارن بشه عزیزم میخوام این ورم یه دو شاخش کنم. بذار یه خالم میخوام برای طراحی کنم. بچه‌ها کل صورت هم سنگینه. دخترها چجوری؟ تازه من فکر کنم نصف چیزایی که میمالین به صورتتون حالا گرفتم. وایسا اینو بزنم. اینو که بزنم تازه میفهمم سنگینی چشم یعنی چی. مرض. بچه‌ها واقعا این کارو هیچ کس انجام نده. دخترایی که به پسرا میگن بذارین ما آرایش تو کنم، پسرا انجام بدن. پسرا نذارین. حس خیلی حس. فعلا که ما 2 تا پسریم داریم هم آرایش. یه دونه از این مدل جدیدا که گفتم اینجاشون میمالنم میخوام بزنم. اسمش چیه بچه‌ها؟ به نظرم بذار تضاد چهره رو رعایت کنیم یه ور بزنیم. بچه‌ها من نیما رو خیلی نچرال در آوردم چون خودم خیلی نچرال دوست دارم. الان یه آینه به من بدین. یه آینه به من بدین من خودمو ببینم. آینه. اون بلایی که سر من آوردی الان خودتو ببین.
توزی من ریدم پس کردم. من سعی کردم خوشگلت کنم بی لیاقت خوشگل بدبخت. شدی. بچه شبیه جوکر شدم جدی. حالا این خاله رو من واسه خنده زدم ولی واقعا شبیه جوکر شدم. خیلی با استعدادی من دیگه. اینو باید بچه‌ها رأی بدن دیگه. ولی بچه خدا وکیلی با این حال میکنید خیلی چیزی کیوت و باحالیه. بچه‌ها بین این دو تا عکس کدوم انتخاب کنید؟ بگین نیما قشنگ‌تر تونست آرایش بکنه یا نیوا؟ توی کامنت ها حتما بهمون بگین. ما میایم بعد از یک هفته میشماریم ببینیم کدوممون برنده است. اگر هم شد یه مجازات در اون بازنده تلقی می‌کنی. بله من بهتر نیما رو میکاپ کردم. خدا وکیلی با این حال نکردید بچه‌ها. فقط بچه‌ها تشخیص میدن این قشنگ‌تر. حق تو بچه‌ها. ریدی آجی. تو ریدی. منو شبیه شخصیت کردی. تو من حداقل سعی کردم تو میخوره میکاپ حداقل زیر کردن پل بری این. درآمدی داشته باشی. ما از طریق دیگه ای درآمد ما آنلاین کار میکنیم. حاجی من چشم بد داره میسوزه. خیلی بد زدی اینو تو چشم. زیاد زدی رفت تو چشم. من میرم بشورم. برو منم الان میرم بشورم. بچه یادتون نره ویدیو رو حتما لایک بکنید. خیلی ممنونم. مرسی که همیشه هستین. مرسی که همیشه حمایتم میکنید. اگه دوست داشتین پارتای بعدیشو با کسای دیگه بگیرم حتما تو کامنت ها بهم بگین. عاشق تک تکتونم. اون دکمه سابسکرایب هم نزدین اون دکمه سابسکرایب هم بزنید. حتما زنگولش رو روی آل بذارید. هر موقع ویدیو گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده. نیما این چرا پاک نمیشه؟ گفتش اینا 24 ساعت هست چیزایی که بهم داد گفت موندگاری زیاده. وای حاجی